کسایی که میخواهند پاسپورت های خودشون بسنجند که زپری دیپورت چیزی هست نیست، همیره واقعا فهمیدن میخواهند، به همین رقم های در روی اکران بوده با طریق واتساپ نویسین. البته این هم همکارای ما های، البته منیجری ما بر شما جواب میده و پاسپورت های شما را زگران پاسپورت تفتیش میکنه و میفهمونه که چی گپ شید یا نه. یعنی که برای تفتیش کردن پاسپورت های خودتون از زپرت و دیپورت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، آمدی ماه شریف رمضان به هر یک شما مبارک باشد. من میدونم که هر یک ما شما این ماه را به صبرانه انتظار هستیم. پروردگار داشتن این ماه شریف رمضان را به هر یک ما قوت و توانایی نصیب گرداند و ثواب و ثمرش را در نامه اعمال هر یک ما نوشته جات بگرداند. برادران عزیز، شاید بسیاری ما و شما گوییم که ماه شریف رمضان کی است، کی می شود. برای همین خواستم در این باره کمی بر شما معلوماتی و برای دیگران هم فهمیدن در زیر ویدیو لایک کنید و حتما به یار و دوستان خودتان روان کنید تا که همین خبر بفهمند. تقویم از طرف ریاست شورای علما و در اساس پیشنهاد خلاصه اینستیتوت استروفیزیک اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان تصدیق گردیده است. ریاست شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان قرار کرد موافق حساب شرعی نسبی زکات 35275 سومانی مقرر شد که از آن 880 سومانی زکات پرداخت می شود. صدقه فطر موافق معیار شرعی برابر به 7 سومانی است. فدیه صوم در ماه رمضان سال 2024 برای صاحبان عذر شرعی، شیخ فانی یا بیمارانی که امیدی بهبودی ندارند و مقدار 420 سومانی برای 3 روز، برای یک روز 14 سومانی معین کرده شده است. البته این شخصیت هایی که نمیتوانند روزه بگیرند، بیمار هستند یا که مقصد علاجی روزه داشتن ندارند، در یک روز 14 سومانی و در 3 روز 420 سومانی برابر است. سامانه اینترنتی شورای علمای مرکزی اسلامی جمهوری تاجیکستان، شورای علما تیجی. خب برادران عزیز، این بود خبر ما و البته این تقویم از موافق با شهر دوشنبه هست، ازا شهر و ناحیه هایی که وقتی آنها پیش از وقت دوشنبه هست. استرخشن 1 دقیقه، کلاب 4 دقیقه، خوجند 3 دقیقه، رشت 6 دقیقه، کانی بادام 6 دقیقه، اسفره 4 دقیقه، اشت 4 دقیقه، خاروخ 11 دقیقه، مرغاب 20 دقیقه، همدانی 3 دقیقه. شهر و ناحیه هایی که وقتی آنها بعد از وقت دوشنبه هست: پنجرکند 5 دقیقه، شهر توس 3 دقیقه، عینی 1 دقیقه. خب دوستان عزیز، روز دوشنبه نصیب باشد، یعنی که روز یکشنبه شب تراویح خوانده می شود. از روز دوشنبه ان شاء الله که روزه داشته می شود و همچنین تا 9 اپریل سال 2024، یعنی که روز 10 اپریل ان شاء الله عید شریف رمضان می شود. خدا نگهبانتون. حتما به یار دوستان خودتون برسانید تا که خبر بشنوه انشاءالله با فایده و منفعتی با شما هست. والشط لا ما فيه يطفي اللظى في حشايا.